بیانیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال در محکومیت تهدیدهای اقتدارگرایانه آقای پهلوی علیه همبستگی احزاب ملت کرد. آخرین موضع‌گیری رسانه‌ای آقای پهلوی بار دیگر نشان داد که پشت شعارهای پرطمطراق درباره آزادی و آینده نوین ایران، همان نگاه کهنه، تمرکزگرایانه و اقتدارطلبی نهفته است که طی یک قرن گذشته بخش بزرگی از رنج و گسست در ایران را رقم زده است. ایشان در واکنش به اعلام موجودیت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، احزاب کرد را چند گروه تجزیه طلب نامیده و حتی پا را فراتر نهاده و در حالی که هنوز در جایگاه قدرت نیست، تهدید کرده است که در صورت دستیابی به قدرت، ارتش را مأمور سرکوب مردم کردستان خواهد کرد. چنین ادبیاتی نه تنها مغایر با اصول بنیادین دموکراسی و حقوق بشر است، بلکه یادآور گفتمان حکومت‌های تمامیت خواهی است که دهه‌ها با برچسب زنی و امنیتی سازی مطالبات برحق ملت‌های ایران سرکوب را حفظ تمامیت ارضی نام نهادند. تجربه تاریخی نشان داده است که امنیتی کردن سیاست و نظامی کردن مطالبات مدنی نه وحدت می‌آفریند و نه ثبات، بلکه شکاف‌های ملی را عمیق‌تر می‌کند. ما با صراحت اعلام می‌داریم مبارزات ملت کرد بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه سراسری مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای گذار به نظمی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق برابر است. مطالبه آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حق آموزش به زبان مادری، اداره امور محلی و مشارکت برابر در ساختار آینده ایران، نه تجزیه طلبی که تجلی اصول شناخته شده حقوق ملت‌ها در اسناد بین‌المللی است. مبارزه مردم کردستان، مبارزه علیه تبعیض ساختاری و انکار هویت است. تبعیضی که در اشکال گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بر ملت‌های تاریخی ساکن ایران تحمیل شده است. این مبارزه علیه هر گونه استبداد با هر نام و پرچمی ادامه خواهد یافت. تاریخ نیز به روشنی گواه است که زبان تهدید و لشکرکشی سرانجامی جز چرخه خشونت ندارد. نزدیک به 5 دهه پیش نیز با ادبیاتی مشابه فرمان جهاد علیه کردها صادر شد و نتیجه آن تعمیق بی‌اعتمادی و تداوم زخم‌های ملی بود. پیش از آن نیز سیاست‌های تمرکزگرایانه عصر پهلوی اول با انکار تنوع ملی و فرهنگی بنیان‌های همزیستی داوطلبانه را تضعیف کرد. تکرار همان مسیر حتی با ظاهری نو باز تولید همان بحران هاست. ایران کشوری متکثر و متشکل از ملت‌های تاریخی گوناگون است. وحدت پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که این تکثر به رسمیت شناخته شود، نه آنکه با تهدید ارتش و سرکوب انکار گردد. کسانی که امروز هنوز به قدرت نرسیده از سرکوب سخن می‌گویند، باید بدانند که ملت‌های ایران حافظه تاریخی دارند و تجربه یک قرن تمرکزگرایی اقتدارطلبانه را فراموش نکردند. ما هشدار می‌دهیم هر پروژه سیاسی که بر پایه ترس، حذف، یکسانسازی اجباری و برتری طلبی ملی بنا شود، محکوم به شکست است. آینده ایران از مسیر لشکرکشی به مناطق ملت‌های دیگر و تحمیل اراده یک مرکز بر پیرامون عبور نخواهد کرد. تهدید هر ملت، تهدید همه ملت هاست. ما، ملت‌های تحت تبعیض و انکار 100 سال اخیر در دفاع از حقوق جمعی خود متحد ایستاده‌ایم. همانگونه که رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی با وجود سرکوب گسترده نتوانستند اراده ملت کرد و دیگر ملت‌های ایران را در هم بشکنند، در قرن 21 قرن آگاهی، ارتباطات و بازشناسی هویت‌ها، هیچ نیرویی قادر نخواهد بود با ابزار نظامی اراده سیاسی ملت‌ها را خاموش کند. کنگره ملیت‌های ایران فدرال بار دیگر تاکید می‌کند راه آینده ایران نه در باز تولید الگوهای شکست خورده تمرکزگرایی، بلکه در گفتگوی برابر، شناسایی حقوق ملی، توزیع عادلانه قدرت و حاکمیت ساختاری فدرال، سکولار و مردم سالار است. تنها از مسیر شراکت واقعی همه ملت‌ها در تعیین سرنوشت مشترک است که می‌توان ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر عدالت پایدار ساخت. ما بر این باوریم که همبستگی واقعی نه با انکار تفاوت‌ها، بلکه با پذیرش آنها و تبدیل تکثر به سرمایه‌ای برای آینده شکل می‌گیرد. کنگره ملیت‌های ایران فدرال
بیانیه همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران در پاسخ به تهدیدات رضا پهلوی علیه ملت کرد. مردم حق طلب کردستان، مبارزان آزادیخواه ایران. به دنبال انتشار بیانیه اعلام موجودیت همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران، موجی از شادی و هیجان انقلابی مردم کردستان، ملت‌های تحت ستم و آزادیخواهان ایران را فرا گرفت. اعلام این همپیمانی انعکاس وسیعی هم در میان نیروهای سیاسی مبارز ایرانی و محافل سیاسی بین المللی داشت. در سوی دیگر قضیه اما رژیم جمهوری اسلامی و نیز عده‌ای از مخالفان حقوق ملل تحت ستم و آزادی‌های دموکراتیک که خود را در پوشش اپوزیسیون جا زدند، واکنش‌های هیستریک و نفرت پراکنانایی از خود نشان دادند که برای ما قابل انتظار بود. در همین راستا امروز چهارشنبه 6 اسفند ماه، رضا پهلوی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس با ادبیاتی خودشان پندارانه و اتهام زنی بیپایه و اساس همیشگی خود، ملت بزرگ کرد و احزاب سیاسی مبارز کردستان را مورد شماتت قرار داده و ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید نموده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد نمود. رضا پهلوی ظاهراً این حقیقت تاریخی را فراموش کرده است. هرگاه اراده‌ای واقعی برای تجزیه ایران در پیش بوده، اصولاً کسی از پدر و پدر بزرگ تاجدار وی اجازه نگرفته و آنان همچون موارد اهدای آرارات کوچک، واگذاری بحرین و سرچشمه‌های رود هیرمند از فروش یا واگذاری بخش‌های مختلف خاک ایران فروگذار نکردند و همواره در بزنگاه‌های تاریخی با شلیک اولین گلوله‌ها و حتی اشارای تلویحی از سوی عوامل خارجی فرار را برقرار ترجیح دادند و تنها جایی که آنان توانستند ارزاندام کنند، عرصه کشتار غیر نظامیان و سرکوب آزادی‌های دموکراتیک شهروندان و به ویژه ملل تحت ستم ایران بوده است. تهدیدات مکرر نامبرده به استفاده از ارتش نیز برای مواجهه با مطالبات سیاسی ملل ایران نشان از این واقعیت دارد که در ایران آینده مورد نظر ایشان شیوه مواجهه با مطالبات مدنی و خواستهای دموکراتیک مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان امنیتی و نظامی خواهد بود و تفاوت ساختاری رژیم سیاسی آرمانی ایشان با رژیم‌های سرکوبگر گذشته و حال ایران نخواهد بود. با وجود این، چرا فکر می‌کنند که مردم به سطوه آمده از دیکتاتوری جمهوری اسلامی حاضرند ایشان و همفکرانشان را به عنوان بخشی از یک آلترناتیو برای آینده ایران بپذیرند؟ از سوی دیگر، ظاهراً ایشان علاوه بر بی اطلاعی از تاریخ و جغرافیا، درک درستی از زمان حال نیز ندارند. در غیر این صورت باید می‌دانستند که ارتش و سایر عوامل سرکوب حکومتی و همین سپاه تروریستی پاسداران که مورد تفقد و حمایت همیشگی ایشان بوده و هست، در یک قرن اخیر هیچگاه از کردستان دور نبوده و نیستند و مکانیسمی برای سرکوب نمانده که در کردستان آزمایش نشده و شکست نخورده باشد که ایشان بعد از تاجگذاری خیالی خود بخواهند در این زمینه از خود خلاقیت و نوآوری نشان دهند. شمشیر از روبستن رضا پهلوی علیه جنبش آزادیخواهانه کرد در حالی است که به گواهی تمامی آزادیخواهان و کارشناسان امور ایران در جنبش ژینا، زن، زندگی، آزادی و همین خیزش اخیر مردم ایران نیز نام برده، با همراهی حلقه مشکوک پیرامونیش نقش غیرقابل انکاری در ایجاد تفرقه و پراکندگی در صفوف مردم و مخالفان رژیم داشته و تنها جریان سیاسی که در این مدت هنوز به عقد اخوت با آن پایبند بوده و نسبت به آن همدلی نشان داده، همان نیروهای مسلح و امنیتی سرکوبگر و تروریستی رژیم بودند که حتی در تازه‌ترین اظهارات خود برای تبرئه آنان از جنایات فجیع دیما ادعا می‌کند که نیروهای مسلح نقشی در سرکوب‌ها نداشتند و تمامی جنایات مزبور توسط عوامل خارجی رژیم انجام گرفته است.
همچنین در حالی که دوست و دشمن گواه آنند که به درازای حیات ستمگرانه جمهوری اسلامی، ملت کرد و احزاب سیاسی مبارز کردستان همواره خاری در چشم استبداد رژیم خمینی و پناهگاه و پشتیبان راستین آزادی خواهان ملل ایران بودند و در راه مبارزه با این رژیم سرکوبگر هزینه‌های سنگینی پرداختند، این شخص احزاب کرد را به همکاری با خمینی متهم کرده، در حالی که از همان اوائل که کردستان بنا به فتوای جهاد خمینی از هوا و زمین آماج حملاتی خونبار بود، خود بارها گفته که چندین بار از خمینی درخواست کرده که او را به عنوان یک خلبان ساده در صفوف نیروهایش بپذیرد. شگفت آن که چنین شخصی با چنین سوابق مایه شرمساری احزاب کردستان را به همدستی با خمینی و عوامل خارجی متهم می کند، در حالی که خود با دادن وعده‌های دروغین به مردم به پاخواسته داخل کشور مبنی بر وجود ده‌ها هزار نیروی ریزشی در صفوف سرکوبگران و از کار افتادن بازوی سرکوب رژیم، وجود صدها هزار دستگاه استارلینک و عدم امکان قطع کامل اینترنت در ایران و در رابودن کمک خارجی، هزاران تن از آزادی خواهان ما را به دام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشاند و در فردای آزادی ایران پس از محاکمه سران خیانتکار حکومت و عاملان سرکوبها و جنایات رژیم، ایشان نیز بایستی در قبال این گونه اشتباهات خیانتگونه خود حساب پس بدهد. همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران ضمن محکوم نمودن این گونه اظهارات سست و بیپایه رضا پهلوی بر مواضع اصولی خود در دفاع از آرمانهای ملت کرد و حقوق حقه ملت‌های تحت ستم ایران تأکید نموده و بر آن است که این گونه نفرت پراکنی‌های بیمایه نهایتاً به جایی نخواهد رسید، بلکه عزم ملت‌های آزاده و آزادی خواهان ایران را در مبارزه برای تحقق آرمان‌های آزادی خواهانه مردم به پاخواسته داخل کشور و دفن همیشگی دیکتاتوری و فاشیسم از هر نوع و قماشی جزم‌تر خواهد نمود. از تمامی نیروهای کردستان که خواهان آزادی و دفاع از حقوق ملت خیش هستند نیز می‌خواهیم که جهت مقابله با گفتمان‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر به همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران بپیوندند. همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران 6 اسفند 1404 25 فوریه 2026 میلادی. پس از واکنش وحشت‌زده دیروز جمهوری اسلامی از ائتلاف احزاب کردستان، نوبت به واکنش امروز رضا پهلوی رسید تا از ارتش خیالی خود بخواهد احزاب کردستان را سرکوب کند. آقای عبدالله مهتدی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ایران و یکی از رهبران برجسته مردم کرد به بیانیه رضا پهلوی واکنش نشان داد و آن را تهدیدآمیز توصیف کرد. آقای عبدالله مهتدی نوشتند: امروز آقای پهلوی اطلاعیه‌ای منتشر کرده و بار دیگر کردها را تحت عنوان تجزیه طلب تهدید به سرکوب توسط ارتشی که هنوز تشکیل نشده کردند و از حالا سرکوب کردها را وظیفه ملی و میهنی چنان ارتشی قلمداد نمودند. بگذارید صراحتاً و یک بار دیگر اعلام کنم که مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشد، کاملاً متحد هستند. شرکت یا عدم شرکت ما در این یا آن ائتلاف مشخص هیچ خدشه‌ای به این باور اصولی و به این همبستگی بنیادی وارد نمی‌کند.
این نوع اظهارات همچنین نه فقط کمکی به اتحاد و همبستگی مردم ایران که بزرگترین سلاح ما در نبرد با دشمن غداری مانند رژیم جمهوری اسلامی است نمی‌کند، بلکه با تزریق نفرت و ایجاد دشمنی در میان مردم به تفرقه افکنی و تخریب همبستگی بین شهروندان می‌پردازد و با تکرار دروغ‌های این رژیم به سرکوب‌های تاکنونی نیز حقانیت می‌بخشد. در پایان هشدار می‌دهم که آنچه را رژیم جلاد جمهوری اسلامی طی 47 سال کشتار و سرکوب نتوانست در بزانو درآوردن کردها و خاموش کردن صدای حق طلبانه آنها به دست آورد، شما نیز نخواهید توانست حاصل کنید. جایی که پدران و پدربزرگان نتوانستند با همه زورها و اعدامها و تبعیدها و ترفندها ملت کرد را هویت زدایی کنند، از شما نیز کاری ساخته نخواهد بود. از این اطلاعیه نیز جز ننگین کردن نامتان و کارنامه‌تان طرفی بر نخواهید بست. جان فدا هر جان فدا جان فدا جان فدا هر جان فدا حسب کردم برم کرجنده برم جنده برم ناکتی چند نکته در باب اعلام جنگ رضا پهلوی علیه کردها. ترسیم آینده‌ای نگران کننده و مملو از جنگ برای ایران. رضا پهلوی فرزند دیکتاتور سابق در آخرین توییت خود علیه مردم کرد اعلام جنگ کرد. وی با اشاره به ائتلاف 5 حزب کردی آنها را چند گروه تجزیه طلب خوانده که به گفته وی ادعاهای موهوم و سخیف را درباره تمامت ارضی مطرح کردند. یادآور می شود که روز یکشنبه 5 حزب کردی با انتشار بیانیه‌ای ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران را اعلام کردند. مبارزه مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف این ائتلاف اعلام شده است. پهلوی در ادامه توییتش ضمن تهدید مردم کرد اعلام کرده که به عنوان اولین اقدام بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و در صورتی که وی قدرت را در دست بگیرد به ارتش دستور خواهد داد تا به گفته وی تجزیه طلبان بخوانید مردم کرد و کردستان را سرکوب کند. در این رابطه یادآوری چند نکته به رضا پهلوی و همفکرانش ضروری است. اول، نزدیک به 5 دهه از اعلام جهاد خمینی علیه کردهای به گفته وی کافر می‌گذرد. امروز دیگر برای تمام مردم ایران روشن شده که این کردها نبودند که سر می‌بریدند و می‌خواستند کردستان را جدا کنند. در آن زمان یکی از خواسته‌های اصلی رهبران کرد این بود که تنها چند دقیقه در رادیو و تلویزیون ایران با آنها فرصت داده شود تا درباره خواسته‌های کردها برای مردم ایران صحبت کنند. این اجازه با آنها داده نشد و تبلیغات رژیم خمینی علیه کردها به صورت گسترده در مناطق مختلف ایران منتشر شد. رژیم خمینی با خفه کردن صدای حق‌خواهی کردها و تبلیغ علیه آنها با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داشت می‌خواست کشتار دست جمعی کردها را برای مردم ایران توجیه کند. ولی تو در زمان بدی هستی،
چون نمیتوانی با یک توییت یا با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داری خواسته های مردم کرد را آنطور که دوست داری بیان کنی و از همین امروز برای کشتار کردها زمینه سازی کنی. مردم ایران امروز بسیار آگاه تر از گذشته هستند. در واقع کور خواندی. دوم، رضا پهلوی با این توییت خیلی خوب دست خودش را رو کرد و هدفش برای آینده ایران را افشا کرد. تو به مبارزات چندین ساله مردم خیانت کردی. به جوانانی که برای یک آینده بهتر جان خود را از دست دادند، به مادران و پدرانی که برای فردایی متقاعدتر برای فرزندانشان و نسل آینده خود را فدا کردند، به مردمی که تنها کمی آرامش و آسایش از این زندگی می‌خواهند خیانت کردی. با این توییت آینده‌ای وحشتناک برای همه مردم ایران را ترسیم کردی. آینده‌ای که از کردستان تا بلوچستان، از آذربایجان تا خوزستان، از ترکمن صحرا تا لرستان و گیلان و خونریزی و کشت و کشتار حاکم خواهد بود. لیاقت مردم این کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که تو امروز ترسیم می‌کنی. سوم، بودند کسانی گردن کلفتر از تو و در شرایطی بسیار بهتر از تو از تجزیه طلبی گفتند، کشتند و آرزوهای مردمی را به یغما بردند. به ارتش می گفتند چکمه های خود را در نیاورید تا کردستان را آرام نکیند. می گفتند ما با کفر می جنگیم، نه با کرد. ولی هیچگاه نتوانستند خواست آزادی خواهی، حق طلبی و هویت خواهی را از این مردم بگیرند. شاید تو با رسانه هایی که در اختیار داری و سوار بر موج خشم مردم بتوانی قدرت مرکزی را در اختیار بگیری. شاید با اعزام ارتش و گارد جاویدان سپاه کنونی بخواهی کردستان و دیگر نقاط ایران را سرکوب کنی و به قول خمینی این قائله را به پایان برسانی. ولی لازم است بدانی آنچه که از زمانی پدر بزرگ ظالمت، در زمان پدر ستمگرت و در زمان رژیم خمینی با هیچ ابزار سخت افزاری و نرم افزاری از بین نرفت، خواست آزادی خواهی، حق طلبی و هویت خواهی کردها بود. تو هم زهی خیال باطل. چهارم، در دهه 60 پس از چند سال مبارزه احزاب کردی و هزاران کشته از نیروهای کرد و نیروهای رژیم ایران، خمینی خطاب به کردها گفته بود بیایید ببینیم چه می‌خواهید. دکتر قاسملو در جمع پیشمرگه ها و با زبان طنزآمیز گفت بگویید 2 کیلو پیاز و 1 کیلو سیب زمینی می‌خواهیم. پس از چند سال جنگ و هزاران کشته و نابودی زندگی هزاران کودک تازه می‌پرسید چه می‌خواهید؟ آن خمینی بود، ولی تو که تقریباً تمام عمرت را در یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان زندگی کرده ای، با احزاب کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم، رهبرانشان و خواسته های آنها آشنا هستی. حتی چند سال پیش می‌خواستی با یکی از رهبران کردها ائتلاف تشکیل دهی. پس لطفاً وقتی ارتشت را به کردستان و آذربایجان و بلوچستان و خوزستان فرستادی، بعد از چند سال کشت و کشتار و قتل عام، گفته خمینی را تکرار نکن، چون این بار نه تراژیک که خیلی کمیک می شود. پنجم، استادت روح الله خمینی می گفت جنگ نعمت است، چون تنها از طریق جنگ می توانست قدرتش را با استفاده از نیروهای نظامی تثبیت کند. قطعاً دانش آموز خوبی هستی، چون از رژیم جمهوری اسلامی خوب درس یاد گرفته ای. آغاز جنگ با ملت‌های تحت ستم و سوار بر موج ناسیونالیسم افراطی حتماً یکی از راه‌هایی است که در نظر داری تا قدرتت را در آینده تثبیت کنی. مسلماً این جنگ تنها به کردها ختم نخواهد شد. تمام کسانی که با تو نیستند، خودی نیستند، طرف مقابلت در این جنگ خواهند بود. بیچاره مردم ایران که چه سرنوشتی در انتظارشان است. ششم، پدر بزرگت
رضا میرپنج به خوبی درسی را که از روشنفکران ایرانی تحت تأثیر ناسیونالیسم دیگر ستیز آلمانی آموخته بود در عمل پیاده کرد. ایجاد یک قدرت مرکزی مقتدر و سرکوب حاشیه. پدرت هم همین راه را ادامه داد. رژیم خمینی هم همینطور. و تو امروز با این توییت اعلام کردی که قصد داری همان چرخه باطلی که تنها به تولید دیکتاتوری در تهران خواهد انجامید را ادامه دهی. برای خونهایی که برای آزادی و آینده‌ای بهتر ریخته شدند باید خون گریست. در پایان باید گفت شاید یک جریان راست افراطی در یکی از کشورهای منطقه تنها حامی تو، تأمین کننده بودجه تلویزیون‌هایت و مجری کمپین ربات‌ها و حساب‌های جعلی در سوسیال مدیا باشد، ولی زیاد هوش نمی‌خواهد تا بدانی یک ایران متلاشی شده که هیچگاه در آینده نتواند قدرت تأثیرگذاری داشته باشد، مسلماً مهمترین منبع تأمین کننده منافع این جریان خواهد بود. شاید تو یک مهره خوب برای اجرای این پروژه باشی. تجزیه طلب واقعی تویی رضا. جان فدا هر جان فدا. بیانیه اعلام ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران. مردم مبارز کردستان، احزاب و جریانهای سیاسی کردستانی و ایرانی، آزادیخواهان و مبارزان سراسر میهن، جنبش سیاسی و ملی کرد در کردستان ایران، روشهلات، دهه‌هاست که به شیوهی سازمان یافته و مستمر علیه استبداد و حاکمیت دیکتاتوری مرکزگرا در راستای دستیابی به حقوق ملی و سیاسی خویش مبارزه می کند. کردستان پس از انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره سنگر و کانون اصلی مبارزه و مقاومت علیه این رژیم سرکوبگر بوده است. کردستان در این مدت هزینه‌های سنگینی برای مبارزه و مقاومت خود پرداخته است. جنگی بر آن تحمیل شده. ده‌ها رهبر سیاسی اعدام و ترور شدند. هزاران فرزند مبارز و فعال سیاسی شهید گشته یا در زندانها جان باختند و کردستان همچون جغرافیای اشغال شده میلیتاریزه گشته و با سیاست سرکوب و غارت از سوی حکومت جمهوری اسلامی اداره شده است. ما احزاب سیاسی که ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران را امضا کرده ایم، با اتکا به پیشینه مبارزاتی خود و با توجه به ضرورت‌های پاسخگویی و باز تعریف نقش خود در شرایط سیاسی کنونی ایران که در آن رژیم جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت سیاسی است، اما متاسفانه
به دلیل تفرقه نیروهای سیاسی مخالف پابرجا مانده است، نیروها و صفوف مبارزاتی خود را در کردستان متحد کرده و یک ائتلاف سیاسی را اعلام می‌نماییم. هدف اصلی این ائتلاف که پس از مرحله تبادل نظر و فعالیت میدانی در مرکز دیالوگ برای همکاری شکل گرفته است، انسجام و مبارزه مشترک بیشتر جهت گسترش جنبش سیاسی کرد در ایران، بخشیدن جایگاه و نقش بیشتر به کردستان و جنبش سیاسی آن در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تأمین حقوق و آزادی‌های مردم کردستان و چگونگی طراحی ساختار آینده ایران است. اهداف اصلی و مشترک ما در این ائتلاف، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، تحقق حق تعیین سرنوشت کردها و بنیانگذاری نهادی ملی و دموکراتیک بر اساس اراده سیاسی ملت کرد در کردستان ایران است. ما با پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات سراسری ملیت‌های ایران علیه جمهوری اسلامی در این مرحله بر ضرورت هماهنگی و مبارزه مشترک سیاسی و میدانی میان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران با احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی سایر بخش‌های ایران تأکید می‌ورزیم. ما ضمن حمایت از شکلگیری یک مرحله گذار دموکراتیک و فراگیر، مبنای هر گونه همکاری و ائتلاف خود با طرف‌های دیگر را به رسمیت شناختن حقوق ملی ملیت‌ها، پذیرش دموکراسی و نفی هر گونه دیکتاتوری می‌دانیم. ما در این ائتلاف به حفظ محیط زیست، عدالت اجتماعی، حقوق برابر زنان و مردان، نهادینه‌سازی انتخابات آزاد، تأمین و تضمین حقوق بنیادین تمامی طیف‌های ملی و مذهبی کردستان و ساختارمند کردن سیستم مدیریتی دموکراتیک در کردستان ایران باور داریم. همزمان، تلاش برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار در ایران که حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی گوناگون این کشور را تضمین کند، وظیفه خود می‌دانیم. بر این باوریم که امروزه بیش از هر زمان دیگری وحدت سیاسی، گفتمان مشترک جریان‌های سیاسی و مبارزه میدانی مشترک آنان شرط تقویت جایگاه کردها در معادلات سیاسی همواره در حال تغییر ایران است. از این رو، آمادگی خود را برای همکاری با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی خارج از این ائتلاف اعلام نموده و از همه مردم کردستان دعوت می‌کنیم که خود را در این ائتلاف بازیابند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 3 اسفند 1404 22 فوریه 2026 اعضای ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران متشکل از پارتی آزادی کردستان، حزب حیات آزاد کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان
جنانی بود رابون خیابانی بهاری شادی گیرن گمروه اجتماعی همو هاورد کن بیتن بجین کچ کازوزانه بجین بون اجتماعی بجین بون کردستان شنگی خبات مانی آوار بکن بو یکسانی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی ولا بنام شاري والله روحي جينا ددويني ولا بنام شاري والله روحي جينا ددويني جني وردي آزاد لير رزقاري دنخشيني جمجيان آزادي هو ياران بديديني هو إنسان بديديني هو إنسان بديديني رضا پهلوی روز 14 فوریه 2026 در مونیخ آلمان در طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: من نماینده تجزیه طلبان نیستم. اظهار نظر درستی بود. نخست، کسانی که اطلاعاتی درباره سیاست و رفتار رضاشاه با مردمان غیر فارس دارند و رژیم محمد رضا شاه را به یاد دارند و با رویکرد و ادبیات جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان و دیگر شوینیست‌های امروزی آشنایی دارند، متوجه می‌شوند که عبارات تروریست و تجزیه طلب تنها به احزاب متعلق به ملل غیر فارس، طرفداران فدرالیسم یا خودمختاری و حق تعیین سرنوشت و مبارزین مسلح این ملت‌ها محدود نمی‌شود. در قاموس و ایدئولوژی ناسیونالیست‌های برتری طلب، تروریست و تجزیه طلب تمام غیر فارس هایی را نیز شامل می شود که بر هویت متفاوت خود تأکید دارند و خواهان رفع تبعیض و ستم مضاعف از خود هستند. حق آموزش به زبان مادری را می طلبند. خواهان تقسیم قدرت و مشارکت در اداره کشور هستند. حقوق برابر با مردم فارس را خواستارند. مدرس زبان کردی و فعالان جامعه مدنی که برای آزادی و حقوق شهروندی مبارزه می کنند و نمی خواهند به عنوان شهروندان درجه 2 مورد تبعیض قرار بگیرند. با استبداد و دیکتاتوری مخالف و
و برای استقرار دموکراسی در ایران تلاش می‌کنند، اسامی رایج در بین ملت خود را برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند. حتی تنها خواهان اجرای عدالت و یک زندگی عادی و نفس کشیدن در یک فضای آزاد هستند. یکی از سرسپردگان رژیم سابق حتی نوشتن کرد به جای کرد را مصداق تجزیه طلبی می‌داند. در حقیقت عموم ملل غیر فارس، یعنی 2/3 جمعیت ایران، برای آنها تروریست و تجزیه طلب محسوب می‌شوند و سزاوار سرکوب و مجازات و محرومیت از حق و زندگی هستند. به جز افرادی که خود انکاری کرده و برای تأمین منافع شخصی به هویت و اصل و نسب خود پشت می‌کنند، در بین جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان در تردد هستند، به مداحی و اسارت و تحقیر تن در می‌دهند و برای اربابانشان نقش ستون پنجم را در بین ملت‌های خود ایفا می‌کنند. می‌پرسند کردها چه خصومتی با رضا پهلوی دارند؟ کردها قطعاً آغازگر تنش و خصومت نبودند. احزاب کردستانی و دیگر ملل تحت ستم همیشه خواهان گفتگو و تفاهم بوده و تلاش کردند با گرایش‌های مختلف اپوزیسیون به توافق برسند و یک آلترناتیو دموکراتیک و فراگیر تشکیل بدهند. اما سلطنت طلبان و خود رضا پهلوی به سبک جمهوری اسلامی دائما احزاب کردستانی را تجزیه طلب می‌خوانند و مورد اهانت و فحاشی قرار می‌دهند. از این گذشته، شما زمانی که مدام از رژیم گذشته تجلیل و تمجید می‌کنید که در طول عمر خود کردها را سرکوب کرده است و علیه آنها جنایت‌ها آفریده است، خوب کردها حق دارند نگران باشند و بترسند که حکومت شما امتداد همان رژیم سرکوبگر خواهد بود و با آمدن شما چیزی برای کرد و دیگر ملل تحت ستم تغییر نخواهد کرد و سهم آن از تغییر رژیم همانا ستم و سرکوب و تبعیض و انکار هویت خواهد بود. همچنان که در 3 نظام سیاسی ایران در 100 سال اخیر سهم و نصیبشان تنها ستم و تبعیض و سرکوب بوده است. کافی است بدون پیش‌داوری به دفترچه دوران گذار مراجعه کنید. از محتوی تمامیت خواهی و انحصار طلبی و ضد دموکراتیک آن که بگذریم، نقشه‌های شوم و ترسناکی را که سلطنت طلبان برای مردمان غیر فارس تحت عنوان تروریست و تجزیه طلب در سر می‌پرورانند، کاملاً آشکار می‌شود. باید کرد، بلوچ، ترک آذری یا عرب و ترکمن بود تا بتوان درک کرد در طی 100 سال گذشته اتهام تجزیه طلبی چه پیامدهای ویرانگر و هولناکی برای این مردمان داشته است. بنابراین عجیب خواهد بود اگر ملت‌های غیر فارس از فردی و گروهی حمایت کنند که هنوز به قدرت نرسیده مانند جمهوری اسلامی و رژیم سابق آنها را به تجزیه طلبی متهم می‌کند و برایشان شاخ و شانه می‌کشد. همچنین رضا پهلوی واقعیت جامعه ایران را انکار می‌کند. گرفتار افکار و اندیشه راست افراطی است. از حالا خود را رهبر و پدر ملت می‌خواند و به تکثر و تنوع اعتقادی ندارد. منتقد و مخالف را بر نمی‌تابد. او بیعت می‌طلبد. آشکارا می‌بینیم نه فقط غیر فارس‌ها، هر فرد و گروه آزادیخواهی در ایران سیاست و افکار آنها را نقد کند و کوچکترین مخالفتی را اظهار کند، مورد فحاشی و دشنام و ترور شخصیت سلطنت طلبان قرار می‌گیرد. گروه‌های فشار و چماقدار تجمع نیروهای دیگر را برهم می‌زنند. واقعاً این فرقه فاشیست اگر به قدرت برسد و نیروی نظامی سرکوب را در اختیار داشته باشد، با مخالفان و منتقدین خود چگونه رفتار می‌کنند؟ رضا پهلوی می‌گوید همه بیایید زیر پرچم من و تحت رهبری من متحد شوید و مانند خمینی همه با من باشید. خواست گرد آوردن همه زیر پرچم رژیم سرنگون شده نشان می‌دهند که هدف آنها تنها خواستار احیای دیکتاتوری و استبداد رژیم سابق است و بس. آری، مردم کردستان متفاوت می‌اندیشند و این تفاوت و تمایز
ریشه در موقعیت حقوقی کردها در ایران دارد. آنها از تمام حقوق سیاسی و زبانی و انسانی خود محروم بوده و هستند و امروز برای آزادی و رفع تبعیض و ستم از خود مبارزه می کنند و هراسی هم از دادن هزینه ندارند. کردها خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق پایمال شده خود هستند. در کردستان تحزب پیشینه دارد. جنبش آزادی خواهانه کردستان از سوی احزاب رهبری می شود. ملتی که سابقه بیش از 100 سال مبارزه علیه استبداد را در کارنامه خود دارد، به بیعت و اطاعت کردن از رهبر خودخوانده در نمی دهد. پس نباید تعجب کرد که مردم کردستان و سایر مناطق ملل غیر فارس از فراخوان رضا پهلوی استقبال نکردند. مردم در کردستان که به دنبال فراخوان احزاب کردستانی اکسیون‌های اعتراضی برای انداختند. حتی در یک شهر و اعتراض نام رضا پهلوی را صدا زده نزدند و شعاری به حمایت از سلطنت سرداده ندادند. با این وجود در ادامه سیاست تحمیل رضا پهلوی به مردم ایران، چند تلویزیون وابسته و مبلغ سلطنت طلبی با زیر پا نهادن تمام شؤونات اخلاقی و نقض اصول اطلاع رسانی بسیار تلاش کردند با دستکاری ویدئوها و انتشار اطلاعات نادرست اعتراضات مردم کردستان و آذربایجان و بلوچستان را به نام رضا پهلوی جا بزنند. خود او هم با علم به اینکه مردم کردستان به فراخوان احزاب کردستانی جواب مثبت می‌دهند، بلافاصله بعد از آنها فراخوان داد به این امید که اعتراضات گسترده مردم شهرهای کردستان را به نام خود مصادره کند. آقای پهلوی و رسانه‌های وابسته مرتب ادعا می‌کنند که میلیون‌ها ایرانی نام او را صدا زدند. معلوم می‌شود از نظر آنها تنها شهرهای مرکزی و فارس نشین ایران به شمار می‌روند. دیگر مناطق و مردمان غیر فارس جزو ایران به حساب نمی‌آیند. ناسیونالیست‌های برتری طلب مدت هاست ایران را تجزیه کردند. کارهای مقدماتی اما مهم تجزیه ایران را پیروزمندانه انجام دادند. البته کاری که رضا پهلوی و حامیانش انجام می‌دهند در عالم سیاست غیر معمول و ناآشنا نیست. برای کسانی که انقلاب 1357 را به یاد دارند یا درباره آن دارای اطلاعات هستند، می‌دانند که همین کارها را روح الله خمینی و اسلامگرایان نیز قبل از رسیدن به قدرت در پیش گرفتند، خدعه کردند و قولها را به مردم ایران و جهان دادند. رضا پهلوی و حامیانش به دو دلیل اساسی مانع همبستگی و اتحاد نیروهای سیاسی و تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک می‌شوند. 1. به عنوان یک فرقه راست افراطی تمامیت خواه هستند و با تکثر و تنوع و رأی مردم سر سازش ندارند. 2. سلطنت طلبان به این امید که آمریکا و اسرائیل با حمله نظامی جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنند و در غیاب یک ائتلاف و آلترناتیو فراگیر قدرت را دودستی تحویل ایشان می‌دهند، پس شریک نمی‌خواهند. اما آنچه امروز جای تعجب دارد و درک آن دشوار است، سکوت و بیعملی نیروهای سیاسی دیگر ایران است، اعم از جریان‌های مرکزی و احزاب متعلق به ملت‌های غیر فارس. خود را به خواب زده و صدای بلند پای فاشیسم را نمی‌شنوند. سیاست، انتظار کشیدن و خودداری از تشکیل اتحاد و همبستگی آنها آب به آسیاب سلطنت طلبان ریخته و موجب شده است رضا پهلوی بتواند خود را به عنوان رهبر انقلاب ملی ایران و آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی کند. افکار عمومی می‌بیند کس دیگری در میدان نیست. به گفته کارل مارکس که تاریخ 2 بار تکرار می‌شود، بار اول به عنوان تراژدی، بار دوم به عنوان نمایش کمدی، باید این جمله جورج سانتایانا، فیلسوف و نویسنده اسپانیایی آمریکایی را اضافه کرد. آن کس که نمی‌تواند گذشته را بیاد بیاورد، محکوم به تکرار آن است. مثل اینکه ایرانی‌ها محکوم به تکرار فاجعه سربرآوردن فاشیسم هستند، اما به شکلی متفاوت.
برای کاملیای انتخابی فرد، از رضاشاه تا ولی فقیه، تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود، کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، خوداخدام‌نشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده.
پیام تبریک سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران به نهادهای رهبری احزاب دوست و همپیمان. حزب دموکرات کردستان ایران، کومله، زحمتکشان کردستان. درودهای گرم ما را بپذیرید. اعلام موجودیت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران را اقدامی ضروری و نویدبخش می‌دانیم و این رویداد را به شما همرزمان قدیمی و همپیمانان صمیمانه تبریک می‌گوییم. جنبش ملی دموکراتیک در کردستان با مشارکت و هدایت هر یک از شما و به سهم و نوبه خود همواره نقطه امید مبارزه علیه هر گونه نابرابری، ستم و بی‌عدالتی در سراسر ایران بوده و هست و از این منظر جایگاهی بایسته و ویژه در میان جامعه متنوع و متکثر ایران به خود اختصاص داده است. ما امیدواریم و فراتر از آن بر این باوریم که با توجه به موقعیت جنبش در کردستان و جایگاه نیروهایی چون شما، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در کنار ائتلاف همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال می‌تواند به مثابه پایه و بنیانی مناسب برای گسترش همکاری پایدار در مقیاسی وسیع‌تر عمل کند. از همین رو، رفیقانه از شما درخواست می‌کنیم در جامعه عمل پوشاندن به این امر ضروری در شرایط کنونی پیشگام باشید. همچنین بر این باوریم که باید پیگیرانه تلاش کرد تا این فرصت و موقعیت را آنگونه که متاسفانه در دوره خیزش ژینا و به دلیل مشکلات مشخص در مرکز همکاری احزاب کردستان ایران شاهد بودیم، از دست ندهیم. ما ضمن آرزوی موفقیت برای اهداف اعلام شده ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران و با امید به گسترش آن، آمادگی خود را برای هر گونه همفکری، همکاری و همراهی به ویژه در چارچوب ائتلاف کنونی همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران اعمی کنیم. سپاسگزار خواهیم شد در صورت صلاح دید مراتب تبریک و نیز درخواست ما را به اطلاع دیگر اعضای ائتلاف برسانید. با احترام، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، چهارشنبه 6 اسفند 1404 25 فوریه 2026